دادگاه نویه رستوف ولایت یاروسلاو روسیه دو ساکن این ولایت و یک زاده تاجیکستان را در تشکیل مهاجرت غیر قانونی توسط عقد نیکای قلبکی 15 شهروند تاجیکستان با زنان ساکنان شهرهای رستوف ولیکی و گاوریل و یاما گناهگار شناخت، ولی به دلیل با تفتیشات همکاری کردنشان آنها را حکم شرطی داد. این 3 نفر از جانب کارمندان ریاست ولایتی فسب دستگیر شده بودند و تفتیش پروندهشان را نیز فسب پیش می برد. خدمات مطبوعات ریاست فسب ولایت یاروسلاو روز 19 آگوست سال 2022 در پی صدور حکم هر 3 عیبدار شونده گفت در رفت بررسی پرونده جنایتی عیبدار شوندگان گناه خود را پوره اعتراف و اظهار پشیمانی کردند. با قرار دادگاه آنها به صادر کردن جنایت در قسم دوم ماده 322 کودکس جنایتی روسیه پیش بینی شده، یعنی تشکیل مهاجرت غیر قانونی، گناهگار دانسته شدند. یک زن عیبدار شونده به 4 سال زندان شرطی با 3 سال مهلت سنجشی محکوم گردیده، 2 نفر دیگر متناسباً به 2 سال و 10 ماه و 2 سال و 6 ماه حکم نیز شرطی گرفتند. این پرونده پرسر و صدای ضد 3 تشکیل کننده آن کانال مهاجرت غیر قانونی در ولایت یاروسلاو هنوز ماه اپریل سال 2022 به دادگاه سپرده شده بود. هر 3 عیبدار شونده به گناه خود اقرار و با تفتیشات همکاری کردند. به همین دلیل آنها حکم شرطی گرفتند. این در حالی است که به آنها برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی بر اساس ماده 322 قسم 1 تا 7 سال زندان تهدید میکرد. حکم این 3 نفر الکی به اجرا درآمده است. مهاجران زیاد در روسیه به خاطر بارهای آسانتر به دست آوردن حق اقامت و در آینده به دست آوردن شهروندی روسیه از نکاح با ساکنان روسیه از جمله از نکاح‌های قلبکی استفاده میبرند. در این اواخر دادگاه‌های روسیه ده‌ها نکاح‌های شهروندان روسیه با مهاجران خارجی را قلبکی دانسته بیکار کردند.